بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، چند سالهای اخیر بین مردم یک چیز با نام کریپتوالوتا پهن گشته است و بسیاری نفرها میپرسند که استاد حکم کریپتوالوتا چیست؟ آیا با این کریپتوالوتا داد و گریفت کنیم یا نکنیم؟ جایز است، حلال است، حرام است؟ یا حتی من چند نفرها رو میدونم که از سبب همین کریپتوالوتا جوانها، شخصا بعضی جوانها رو میدونم که از سبب داد و گریفت کردن با همین کریپتوالوتا چند مبلغ‌های زیاد را از دست دادند. بعضی نفرها مثلا 300-400 هزار دلار آمریکایی، یا بعضی نفرها شاید من نمیدونم بیشتر هم از دست دادند با طریق کریپتوالوتا، یا به فریب دچار شدند یا مخصوصا با همین راهها چقدر ضررهای زیان دیدند. بیایید امروز درباره کریپتوالوتا اولا ماهیت چی است خودش همین کریپتوالوتا مختصرا صحبت کنیم تا اینکه فهمیم که حکمی کریپتوالوتا آیا موافق شریعت اسلامی حلال است یا حرام است. خب پیش از آنه که ما ماهیت و چی بودن کریپتوالوتا را بدانیم، اولا به تاریخ این چگونه پیدا شد. اصلا پیشتر اگر ما تاریخ رو به تاریخ نظر کنیم، مردم با طلا و نقره داد و گریفت میکردند. طلا و نقره پولهای اساسی مردم بود. آهسته آهسته مردم برای خود با هر نوع پولها پیدا کردند، استحصال کردند. مثلا در دوره امیرالمؤمنین عمر ابن الخطاب، خلیفه دومین پیامبر صلی الله علیه و سلم، خواستند که برای آسان شدن مردم، داد و گریفت مردم، از پوست شتر برایشان مثلا پول استحصال نمایند. اما بعضی مشاوران عمر رضی الله عنه گفتند که اگر ما امیرالمؤمنین از پوست اشتر وای کنیم، پول استحصال کنیم، بعد اشتر کمچین میشود، آهسته آهسته از بین میرود. بنابراین عمر رضی الله عنه توقف کردند، یعنی گفتند نه، ما از پوست اشتر نمیکنیم. خلاصه آهسته آهسته مردم چیکار کردند؟ پولهای ورقی، بانکنوت های، پولهایی که امروز ما در دست داریم، بانک های مرکزی پیدا شد و پولهای تنگگی و سکه های تنگگی و پولهای ورقی پیدا شد. مردم با پولهای ورقی داد و گریفت به مانند سامانه دلار آمریکایی، یورو و غیره و غیره، روبل های روسی داد و گریفت میکنند و آهسته آهسته پولهای الکترونی پیدا شد به مانند ویزا کارت ها. در کارت ها پولهای الکترونی پیدا شد و اخیراً سال 2008 یک نفری مجهول، یعنی نامعلوم، اعلام کرد که کریپتوالوتا، پولهای الکترونی یا به گفت خودش پولهای مشفره، رمز کنانیده شده استحصال نموده است و با همین کریپتوالوتا ها پیدا شد. خب خصوصیت های کریپتوالوتا چگونه است؟ البته نمودهای کریپتوالوتا زیاد است. بیت کوین و دیگر و غیره ها، مشهورترینش بیت کوین باشد. بغیر از بیت کوین هزار نمود دیگر کریپتوالوتا امروز پیدا شده است. در بین اگر از 2008 پیدا شده باشد تا امروز 2023، مدتی 14-15 سال، زیاده از 1000 نمود کریپتوالوتا پیدا شده است. بیایید بعضی خصوصیت های کریپتوالوتا را گفته گذاریم. البته ما به تفصیلاتش وارد نمیشویم. این اهل تخصص، جوان ها میدونند، حتی کورس ها هست که امروز جوان ها، اکادمیا ها هست که می آموزند، مبلغ داده، پول داده می آموزند، تعلیم میگیرند، برای راه پول کارکنی باشند و غیره ها، با همین نیت ها می آموزند. خب بعضی خصوصیت های کریپتوالوتا، اولش اینکه کی استحصال میکنند؟ چنانه که گفتیم شخصان مجهول، یعنی برنامه سازها، یک چند برنامه سازها میشینند با جهازهای مخصوص، با زبان خودشان ماینینگ میگویند. ماینینگ یعنی استحصال کردن یا استخراج کردن کریپتوالوتا ها، با برنامه های مخصوص برنامه ریزی میکنند و یعنی پول های کریپتا یا همون پول هایی که با رمزهای مخصوص است، آن را استحصال میکنند. یعنی اولین خصوصیتش معلوم شد که شخصان عادی استحصال میکنند. پولهای ورقی یا دیگر پولهایی که تا امروز هست بانک مرکزی یا دولت استحصال میکنند، اما کریپتوالوتا را شخصان مستقل برنامه ریز ها میشینند با برنامه های مخصوص
استحصال یا استخراج میکنند. خب خصوصیت دومش این است که قلای است و مخفی است. یعنی آسان است، به میانه نیاز ندارد. مثلا اگر ما یک مبلغ معین را به دیگر نفر یا به دیگر کشور انتقال دادنی خواهیم، باید در بین بانک استاد. بانک میانه رو است، ما با طریق بانک پول را انتقال میدهیم. اما برای انتقال دادن کریپتوالوتاها سیستم پی تو پی میگویند، یعنی یگان میانه رو نیست، دو نفر به واسطه میانه رو میتوانند با دو جهاز، دو کامپیوتر است یا دو تلفن موبیلی است، همون برنامه های مخصوص را در تلفن ها، در جهاز ها نصب کرده بین هم دیگر چخیلی که یک صورت را از این تلفن به تلفن دیگر ارسال میکنید، روان میکنید، همین خیل کریپتوالوت به یک نفر دیگر با یک راه آسان روان کرده می شود و روان کننده و روان کرده شده پوره مخفی میماند. در همون بلاکچین ریستری که معلومات ها ثبت می شود، در همون چیز پوره مخفی معلوم نیست، دیگر نفرها نمیتوانند از آن معلومات پیدا کنند. خوب این دومین خصوصیت. خصوصیت سیومینش این است که تا حال معلوم نیست که آیا پول است یا محصولات است. امروزها شرکت های هستند که مثلا مایکروسافت یا شرکت اپل یا دیگر و غیر شرکت ها مخصوص خدمت رسانی برنامه ها استحصال میکنند، به مانند ویندوز و دیگر چیزها، یک چیزها استحصال میکنند و محصولات حسابیده می شود. اما کریپتوالوت دعوا دارد که پول است، حتی فخر میکنند که ما پولمان را امروز، همون برنامه سازهای مجهول نامعلوم میگویند که ما امروز پولمان را خودمان استحصال میکنیم، نیاز به بانک ملی و دیگر جایها نداریم، ما خودمان استحصال میکنیم میگویند. یعنی آنها دعوا دارند که پول است، اما خصوصیت های پول را دارد یا ندارد برای اقتصادچی ها، برای مردم عامه معلوم نیست. خب این بعضی خصوصیت ها و ماهیت کریپتوالوت از این معلوم شد که چی بودن کریپتوالوت را ما فهمیدیم، چنانه که گفتیم به تفصیلاتش وارد نمیشیم. بیایید اکنون به سر مسئله بیاییم. آیا دانشمندان اسلام چی گفتند؟ حلال است یا حرام است؟ بعد این مقدمه به موضوع اساسی وارد شویم. دانشمندان اسلامی پیش از آنه که ما نظر عالمان را گوییم، وقتی بنده این چیز را، این موضوع را بحث کردم، دیدم که اکثریت دانشمندان میگویند که برای برآوردن حکم کریپتوالوت‌ها باید یک نفر و دو نفر حلال یا حرام گفتن یا فتوا برآوردن کفایه نیست. باید عالم شینان مجلس ها گذارانند، نشست ها گذارانند، بررسی کنند و فتوای دست جمعانه براید. برای همین من یک چند فتواهای دست جمعانه را دیدم و خلاصه به یک خلاصه آمدم که دانشمندان اهل اسلام به سه نظرند. یکمین گروه گفتند که جایز است، مباح است، کریپتوالوت داد و گریفت کردن حلال و باکی ندارد و دلیل آنها میگویند که همه چیز در روی دنیا، آن چیزی که هست و آن چیزی که پیدا می شود اصلا حلال است و جایز است تا مادامی که دلیل قطعی بیاید و حرام بودن آن را اثبات کنند و گفتند که یگان دلیل قطعی وجود ندارد که کریپتوالوت حرام باشند. خب این نظری آنها است. یک بعضی نفرها همین فتوا را برآوردند. البته فتوای دست جمعانه نیست این. خب دوم گروه دانشمندان توقف کردند. توقف یعنی بی‌طرفی. گفتند که ما نه حرام گفته میتوانیم و نه حلال گفته میتوانیم. دیدند که یک مسئله مهم، مسئله خطرناک است و دلیل ها را دیدند، بررسی کردند و بی‌طرفی را اعلان کردند یا توقف کردند. از جمله آنها مجمع فقهی اسلامی دولی، این انجمن در جده سال 2019 دو بار مجلس گذراندند و 15 بحث های علمی پیشنهاد کردند. علما 6 بحث ها نوشتگی درباره کریپتوالوت بحث های خود را پیشنهاد کرده، مجلس کرده، نشسته به قرار آمدند که توقف کردند، یعنی بی‌طرف گفتند ما عین زمان
حرام یا حلال بودن کریپتوالوت را اعلان کردن نمیتوانیم و نیاز به بحث های زیاد دارد. خب این دومین نظر بود. خب گروه سوم گفتند که جایز نیست داد و گرفت کریپتوالوت، خرید و فروش کریپتوالوت، حتی استحصال کردن هر نمود معامله های کریپتوالوت هایی که عین زمان موجود است جایز نیست و حرام است عین حال. و از جمله آنها اتحاد علمای عالم اسلامی، دانشمندان تمام عالم اسلامی جمع شده، مجلس گذرانیده، نشسته، بحث ها پیشنهاد کردند و آن را بررسی کردند. همین مسئله کریپتوالوت را بررسی نموده با خلاصه به قرار یک فتوای دستجمعانه، چنانه که در اول گفتیم کریپتوالوت باید فتواهای دستجمعانه براید، نه اینکه یک شخص گوید که حلال است حرام است. نه، یک فتوای دستجمعانه، یعنی جمهور علما نشستند با سرداری دانشمند بزرگ، پروفسور دانشمند اقتصاد اسلامی پروفسور محیدین علی قرداغی و همچنین دانشمند بزرگوار علامه ولد ددو و غیره ها از دانشمندان بزرگ نشسته بررسی کرده فتوا و قرار دست جمعانه برآوردند و جایز نگفتند. خب دلیل ها و سبب ها را پیشنهاد کردند. 5 دلیل اساسی پیشنهاد کردند و اینجا صفحه سایت اتحاد علمای عالم اسلامی را من در صحیفه گشادگی هستم. سنه 9 اکتبر 2022 سال گذشته مجلس گذراندگی هستند، قرار برآمدگی است و مهمترین دلیلش این است که کریپتوالوت شرط های پول بودن را ندارد. طلا و نقره معلوم است که آنها خصوصیت پول را دارند و همچنین پول های ورقی آنها از طرف بانک مرکزی هر یک کشور با قرار همون کشور همچون پول اعتراف شده است. اما کریپتوالوت این خصوصیت را ندارد و کی نظارت میکند، کی رقابت میکند؟ برعکس آنها یعنی استحصال کننده کریپتوالوت دعوا دارند که یگان کس رقابت کردن نمیتواند. از همین سبب گفتند که کریپتوالوت خطرهای زیاد دارد و شرط و شروط پول بودن را ندارد. از جمله خطرهایش اکثریت داد و گرفت های خرید و فروش سلاح ها، مواد مخدر و تمام جریمه ها و مافیا های بزرگی که در کشور در عالم هست با همین کریپتوالوت داد و گرفت میکنند و خرید و فروش میشود. و چقدر ما چنون که در اول برنامه گفتیم فریب ها، فند و فریب ها با واسطه پولشویی ها با واسطه کریپتوالوت شده ایستاده است. از همین سبب گفتند که جایز نیست. باز یک سبب دیگرش این است که موافق شریعت اسلامی اگر ما تاریخ اسلام رو نگاه کنیم از دوره خلیفه عبدالملک ابن مروان تا امروز با اتفاق علما حق استحصال کردن پولها را تنها دولت دارد، تنها سلطان یا امیر یا خلیفه دارد. چنانه که از احمد ابن حنبل رحمت الله علیه روایت شده است، میگویند که حضرت اینجا میخونیم لا يصلح ضرب الدراهم الا في دار الضرب باذن السلطان لان الناس ان رخص لهم ركبوا العظائم الاحکام السلطانیه صحیفه 281. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه میگویند که جایز نیست برآوردن پولها مگر در دارالضرب. دارالضرب همون جایی که مکانی که مخصوص سکه ها مخصوص پول ها میبرارند، یک جایی که پول استحصال میشود و همچنین با امر سلطان. و در دوام سخنشان میگویند اگر ما برای مردم رخصت دهیم یعنی اجازت دهیم برای برآوردن پول رکب العظائم، یک مصیبت های وزنین بزرگ بالای سرمون میبیاریم. برای همین امروز ببینید که یعنی از رقابت دور می شود. 1000 نمود کریپتوالوت ها موجود هست. یگان کس نظارت کردن نمیتواند، یگان کس رقابت کردن نمیتواند و ما از این خلاصه میبراریم که برای برآوردن پول ها مخصوص امر سلطان و اگر با زبان امروزه گیریم
بانک ملی باید اجازت بانک ملی باشد، فرمان رئیس بانک ملی و امر رئیس همون کشور باشد. خب با این صحبت امروز را خلاصه میکنیم و برای ما معلوم شد که دانشمندا برای این بحث های زیاد کردند، بررسی ها کردند و چقدر دانشمندان بزرگ نشسته، مجلس ها گذرانیده، بررسی کرده، فتوای دستجمعانه برایمان هست. اتحاد علمای عالم اسلامی جایز نیست، حرام گفتند. برای همین تا برآمدن فتوایی که تا دانستن ما پره بشبهه بودنش، اگر علما گویند که برای ما شبهه ندارد، حلال است، ما بشبهه می‌داریم خرید و فروش میکنیم. امروزها چقدر جوانهای زیاد هستند در شبکه‌های اینترنت آگاهی ندارند از حرام بودنش یا از این فتوا. برای همین جوانها برایتان گفتنی هستم که احتیاط کنید. ما در مسئله ریسک و روزی، در مسئله پول کار کنیم، مخصوصا باید احتیاط کنیم. هر راهی که شبهه هست، هر راهی که حرام است، ما باید از آن دست کشیم. اگر دانشمندان ما حلال گویند، شبهه ندارد گویند، حلال است. مادامی که اینقدر دانشمندای بزرگ گفتند حرام است، جایز نیست، باید ما دست کشیم. الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را برای خیر، برای راست موفق گرداند و همیشه از همه گزندها هر یک شما را نگهبان باشد.